Zanlı Rüya İrfan kitap okuyan Zanlı ve bu ile yaşamda da çok aktif hayvanlar inşallah ve hazırlıkla videolar şeyi fırsatları çok uzun kendi kitap okuyoruz. Bizim için Cahil 82. başlıyor. Mühendislik cahilya ilişini yaptı bilmeyenler ve karşı ilişkilerine kaç yazılımlarında Türk olsun onlar da bilgiler anlasınlar ki dünyasında ne ya biz bize mühendislik cahilini İlk bunu fazla Türklerle kitaplar ölçüdür. Doğru çünkü aksi kitaplar düşünülür. Fars'tan İslam çelik. Hatta numaram yaptım. Bu cümleleri İzmir'de ben kitap açtım. Yöneticilerden ne olacak? Aziz dostum çocuklar var. Çok sevindim dostumdan konuşuyorum. İran'da izlenmiş şunası yerin Müslümanlık ülkesi de yer bilimi hem Farsça ve hem Türkçe'ye tercüme ettiği zahmet açıkta bunu yayıp zaten ki çalışmalarını görüyoruz ama fırsat bilemem yani gönderdiler bunu ki gönderdiler gönderdiler bu kitapta sizin için tanıtımlar Osmanlı ülkeler yeni bilimi hakkında güzel bir kitap sağlığına البته در ببخشید سلام دوستان انصاف علی هدایت هستم و برنامه 87 مهندسی جهل رو آغاز می‌کنم. مهندسی جهل در مورد سیستمی که بر اساس اون سیستم بسیاری از ملل مللی که ظاهراً حاکم هستن بر دنیا از علم و تاریخ حداقل در گذشته جاهل نگه داشتن و هدف اونها کسب ثروت کسب قدرت صحبت می‌کنه و یکی از اونها همین موسیقی که در پس زمینه الان میشنوید این ما از این موسیقی ترکیه دوره عثمانی و ترک‌ها کاملا جدا افتاده و فکر می‌کنیم که موسیقی در این موسیقی بتهوون و فلان و بهمان در اروپا و ترک‌ها یا مشرق زمینی‌ها به خصوص ترک‌ها در 1000 سال گذشته موسیقی نداشتند. این یه جهلیه که در 100 سال اخیر به ما تحمیل شده ولی یواش یواش ما برمی‌گردیم به موسیقی‌های اصلی ترک‌ها ساختمان ترک‌ها در 1000 سال گذشته آشنا می‌شیم. اصلا دیگر ما فکر می‌کنیم که ما بر اساس سیستمی که ما تزریق کردن و ما تصمیمی و بر اساس اینکه ترک‌ها در 1000 سال گذشته یا کتاب ننوشتن. جالب من دیروز در یک تلویزیون ترکیه هم دیدم که میگه ما با شمشیر دنیا رو گرفتیم ولی چون علم نداشتیم و کتابت نداشتیم باختیم. اینقدر آدم جاهلی رو آدم تو تلویزیون پروفسور و دکترا داره زیرش نوشته دکتر نمیدونم در چه زمینه‌ای ولی آدم نمیتونه به خاطر چی؟ به خاطر جهلی که دنیا به شکست خوردگان هست.
طرف پیروز به طرف شکست خورده تاریخ جدیدی رو تحقیق می‌کنه و این رو من در دونستیوی 10 ساعت در مورد این بحث کردم و صدها صفحه درباره این نوشتم که حال و روحیه شکست خوردگی، روانشناسی شکست خوردگی چه بر سر انسان ها می‌آورد. انسانی که در پی فقط زنده موندنه، در پی به دست آوردن یه لقمه نون به هر قیمتی هست، این تسلیم به شکست خوردگی هست و متاسفانه فرق نمی‌کنه که این آدم باسواد باشه، پروفسور باشه، دکترا داشته باشه، دانشگاه دیده باشه، دانشگاه تدریس بکنه، اصلا آیت الله باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، نماینده فرقی نمی‌کنه در اینکه بی‌سواد باشه. وقتی شما در حالت شکست خوردگی و تسلیم شدگی قرار دارید، ذهنتون مال خودتون نیست، علمتون، آگاهیتون مال خودتون نیست، مال کسیه که شما رو مهندسی میکنه. برای چی؟ برای یه هدف‌هایی. حالا یکی از اونها اینه که ما فکر می‌کردیم ترک‌ها علم تولید نکردن، کتاب تولید نکردن، خط تولید نکردن، اگر هم تولید کرده باشن یا فارسی یا عربی. یعنی ولی ما بر اثر یک تصادف‌های روزگار ما رو به این رسید که بفهمیم نه، ترک‌ها خیلی به علم و ادبیات و زبان ترکی خدمت بسیار بسیار بزرگ کردن نسبت به زبان فارسی. هزاران بار در مقایسه با زبان فارسی به زبان ترکی بیشتر خدمت کردن در مقایسه با زبان‌های دیگری که ترک‌ها آفریدن. زبان فارسی رو هم به نظر من ترک‌ها آفریدن. ترک‌ها خالق و الله این زبان فارسی هستن، همونطور که زبان چند تا زبان دیگر رو هم که در همین قاره آسیا متداول هستش و الان جزو زبان‌های رسمی هستش، مثل زبان اردو و فارسی، اینها رو هم و دری اینها رو هم ترک‌ها به نظر من ایجاد کردن و دوستان هم دارن اون کار میکنن. به نظر میاد که خیلی علمی نباشه ولی دوستان علم به همین شکل صورت میگیره. علمی رو که شما ایجاد میکنید یواش یواش بر اثر شک و تردید بر اون چیزی که از گذشته به خاطر داریم ایجاد میشه، تولید میشه. علم چیزی نیستش که یهو از آسمون بیاد، نه، وحی نیست. علم تجربه های کوچکی هستش که همراه با اشتباهات هست یا اصلا کلا اشتباهه. ما اصلا تاریخ علم رو که نگاه میکنیم در گذشته میبینیم که هیچ علمی به غیر از ریاضی تا الان ثابت نمونده، هی تغییر کرده و هی گفتن که قبلی درست نیست، یه تئوری جدید ایجاد کردن. حتی علم پزشکی و میدونیم که علم ریاضی هم در حال تکمیل شدن هست، معادلاتی هستش که حل نشده و میخوان حلش بکنن. خب به هر حال ترک‌ها به زبان و علم به زبان ترکی و علم بسیار بسیار خدمت کردن، اما در اثر این حدود 250 سال زندگی در شکست تدریجی و عادت به زندگی در شکست خوردگی و زیستن در شکست خوردگی باعث شده که ما از اون چیزی که داشتیم بیخبر بمونیم و حتی بر علیهش بشوریم. شاید هم نیست برای عرض کردم که دانشگاه باشیم، آیت الله باشیم، جنگی و هر که باشیم، اتفاقا هر چقدر که کم سواد بودیم بیشتر به گذشته آگاهی داشتیم، برای که اون مهندسی جهل در مدرسه و در دانشگاه و از طریق کتاب و رادیو و تلویزیون و آدم‌های علمی که در این رسانه‌ها میشن می‌خونن، از طریق این داره دایره گسترش و نفوذش گسترده‌تر می‌کنه. خب به هر حال از این بگذاریم. برای همین من به زبان فارسی صحبت می‌کنم که بدونیم در این کتاب‌ها چی می‌گذره. خب ولی خود کتاب‌ها ترکی هستن، به خاطر این من از زبان فارسی استفاده می‌کنم تا دوستانی که ترکی می‌بینن و نمی‌تونن این کتاب‌ها رو بخونن هم شاید بخوان بفهمن که در دنیا یه چیز دیگری وجود داشته. یه عده‌ای نخواستن اینها بدونن
جالبه که ایلیان در پای همین ویدئو فقط تو کنترل نمیدونم خر فلان از اینها می‌نویسن بذار بنویسن اینا هنوز این واژه جهل سرگردان هستن و حتی نمیخواد این کتابایی که ما می‌خونن ببینن، فقط می‌رن یک کامنت می‌نویسن و میخوان اظهار فصلی بکنن در جهان جهل. خب کتاب امروز رو کوچکی می‌کنم که الان دارن از می‌بینن بتونن این رو اول از ظاهر رو در ظاهر کتاب یک نوع هنر نقاشی رو داشته در میان کوه‌ها رایج بوده. نمیدونم آفرینش این شاطر هنری آفرینش خودتون خواست یا از یه جایی یه ملت دیگری گرفتن نمیدونم، ولی این رو ما می‌بینیم که روی ظرفی پر از آب با رنگ‌ها و با روغن نقاشی می‌کردن روی آب و بعد کاغذ رو یا اون پارچه رو روی اون ظرف می‌ذاشتن و بعد اون رو یواشکی می‌کشیدن و اون نقاشی که روی آب کشیده بودن به اون کاغذ یا به اون پارچه منعکس می‌شد، کپی می‌شد به اصطلاح. و این یه نقاشی فعلا تا اونجایی که من می‌دونم بر اساس حالا این اینجا بودن که based on my knowledge بر اساس این آگاهی که فعلا من دارم این مال ترک‌ها هست. این کتاب این جلد کتاب به این شکل نقاشی شده هست، بعد با صفحات برداشت بعد با صفحه اول و دوم کتاب آشنا بشید که ظاهراً نقاشی شده و با مدادهایی با طرف‌های ها رو به حالت اینکه خواستن اینجوری خط و خط کنن یه حالت بیضی شکلی که اینکه افراد کتاب دادن، ولی در صفحه سوم به بعد این رو ببینید که نقاشی رو با خاطربندی کردن خطکش. کتاب رو من الان می‌بینم کلمه ها در این کتاب خیلی اصلا جدا هستن، یعنی اصلا جدا هستن. این کتاب و اکثر کتاب گذاری اینه که از سیستم صداگذاری یا استاندارد، چیزی که من میگم استاندارد و در زبان عربی بهش میگن اعراب گذاری استفاده شده. من هنوز این کتاب رو نخوندم ولی بله الان من با دیدن این کلمه گمشتور ترکیه، این کتاب ترکی هستش به زبان استاندارد نوشته شده. من قبلا گفتم که زبان چند مرحله رو طی کرده. ما این حروفی که باهاش می‌نویسیم اینا نشانه هستن، نشانه یک دولت یا مجلس یا یه نفر تصمیم گرفته که این رو بر اساس اون زوری که داره، زور قانونی یا زور نظامی که داره، خب ما این همه بپذیریم که این خط رو میشه اگر از بالا به پایین خط باشه بشه آ الف اسم گذاشتیم بکنم اسمش الفه و صداش میتونه آ باشه، میتونه او باشه، میتونه او باشه، میتونه ا باشه، میتونه ا باشه. اینها رو گفتن که ما استفاده شدیم. این استاندارد ببخشید این یه توافق عامه و اجتماعی هستش بر اساس بر روی این علایمی که اسم گذاری شده الف ب ها سا جیم چ ف خ اینا اسم این علایم هستش، ولی اینها رو وقتی ما میگیم که جیم مثلا یک کلمه مثل پدر میگیم که دا ر برای که نمیفهمیم چیه باید اینها صدا داشته باشن. این صدا رو من بهش میگم استانداردیزه کردن. میگیم پی ا پ ر پدر. خب این صدا نباشه با کتاب رو نمیتونیم ما در اول ابتدایی در مدرسه این صداها رو یاد می‌گیریم. وقتی صداها رو یاد گرفتیم دیگه و با خوندن و شنیدن صداها دیگه عادت می‌کنیم این کلمه بدون صدا هم نوشته باشه ما بتونیم بخونیم. اما اگه می‌ریم یک زبان دیگری رو بخونیم باید اون صداها رو بدونیم. الان زبان ترکی برای ما که درش آموزش ندیدیم زبان ترکی یک زبان جدیدی هست. ما باید صداهای این حروف رو ببینیم و این کتاب اومده
فرمود این ما صداگذاری کرده. حالا یه مشکل دیگه که در خوندن دفاع نسلش و من معرفی شده کرده اینه که این کتاب‌های تخصصی هستند یا کتاب‌های علمی هستند که ما در دنیای علوم، در دنیای عرفان، در دنیای ادبیات، در دنیای موسیقی، در دنیای پزشکی، ریاضی، هر چیز ما اون زبان رو هم ندیم، زبان اون علم، اون رشته، اون ساحه رو حتی کاربینی رو هم ندیم، نمی‌فهمیم چرا در مورد چی صحبت می‌کنیم. ما حتی اون چیزی که بگیم خرافاته و قبولش نمی‌کنیم اون هم یه تخصصی بوده در یک مقطع اینجا هستش الان یه باش زندگی می‌کنن. ما تا زمان که لغت اون رو معانی و مفهوم اونها رو ندونیم و حتی تلفظ اونها رو ندونیم با صداهای کلماتی که میخونیم آشنا نباشیم نمیتونیم بفهمیم چی میگه. این کتاب در این باره صداگذاری شده و بسیار زیبا دیده میشه. کتاب بسیار سطرها از هم فاصله داره، کلمات خیلی به هم چسبیده. من در اینجا میگه صفحه نمیدونم چند دور هستش میتونم که نهم هستش کلمات خیلی به هم چسبیدن. فاصله بین سطرها پیدا شده اما بقیه به هم چسبیدن. این کتاب در 1280 نوشته شده، یعنی حدود 160 سال پیش نوشته شده و در 60 سال. حالا همینجوری ورق میزنم که این کتاب رو ببینید. حالا من اینجا دوباره میگم که این چیزی رو بدخی با رنگ قرمز گذاشته. عرض کردم در خوندش هم رنگ قرمز کلمات رو وقتی می‌نویسه یعنی هنوز به نقطه‌گذاری اول پاراگراف نرسیدیم. آخر پاراگراف و اول پاراگراف نرسیدیم و برای بزرگ کردن اینها از رنگ قرمز استفاده می‌کنیم یا رنگ قرمز به عنوان یک کلمه بسیار مهمی هستش که در اینجا استفاده شده. یا برای الان ما در ادبیات امروزه در فیلسوفی اگه بخوام یک کلمه رو خیلی بردش بگیم خیلی بگیم مهمه هم ممکن خط رو کلوفتر رو می‌نویسیم و همین که زیرش خط می‌کشیم با دومش خط می‌کشیم که یعنی خیلی مهمه. در گذشته و در زبان ادبیات استاندارد نوشتن بر این بود که یا با قرمز می‌نوشتن و یا که اون خط می‌کشن روش نسل می‌شه. ولی الان با برعکسی گذاشته می‌کنن. حالا اینجا همینجور فرق اینجا در مورد یه مسئله وارد میشه که فرق‌ها رو عنوان‌ها به امکانه داره بیان می‌کنه. اسم کتاب هم علم حال هست. حال اینجا چی معنی داره؟ علم چی معنی داره؟ باید برگردیم کتاب رو بکنیم. علم به چه معنی بوده در این کتاب؟ حال به چه معنی بوده که اسم کتاب هم علم حال بود؟ رسیدیم به صفحه آخر بذارم کتاب بسیار جالبه در 30 صفحه PDF هست. حالا برگردیم سر اصل کتاب و کتاب رو یه مقدار بزرگش بکنیم که کتاب صفحه اصلی دیده بشه. من حالا اینجا بیارم متن میتونیم کسی خیلی چیز دارم نگاه میکنم یا بعدا اینجا رو نگاه خواهم کرد. اینجا این کتاب رو کتاب علم حال. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این اما بعد ببینید دوستان چرا در گذشته این جمله ها رو می‌نوشتن؟ آخه این چه ربطی داشت؟ چرا این همه کتاب‌های قدیمی می‌بینیم که برای اینکه انسان‌ها از ایدئولوژی که معتقدن به دین که معتقدن به احترام به اون چیزی که به فکرشون سازمان داده، شکل داده و اون رو رهبری می‌کنه، اول اون رو بیان و بعد ببینید انسان‌هایی که بهشون احترام می‌ذارن مثل حضرت محمد و آل و آلی که فرزندان حضرت محمد شخصیت خاصی و خانواده هست محمد. حالا ممکنه که حضرت محمد در یک جایی یک بار مثلا بچه‌هاش داشته بازی می‌کردن عباشو کرده توی چیز سر اینها دارن بازی می‌کنن و خب دخترش هم 18 سال فوت کرده. محمد حضرت زهرا یکی از دخترش محمد 3 تا دختر داشته بود. جالبه بدونید که 2 تا از دختراش با یه مرد عثمان هست، شخصیت عثمان که خلیفه هست
با اون فکر باشد فکر می‌کنم حالا دقیقا مطمئن نیستم بعدا یک کتاب بود برگردید این موضوع بگم که چی هست ولی یه سومین دخترش و کوچکترین دخترش که احتمالاً زودتر همون حتی ما بعد از حضرت محمد چند سال بعد کرده داشت بازی می‌کردن با این سه چهار ساله بازی می‌کردن و این عالمن ولی عالمن منظورش تمامی زناش هم هست افراد با نوه ها حالا از عمر عثمان فکر کنم اگر چند نوه داره نمی‌کنه اونها هم جزء همین آله برای که اگر فرزندان حضرت زهرا جزء آل باشه چرا فرزندان این دو دختر دیگر جزء آل نباشن این درست نیست که ما شیعه های دیگر مثلا فکر می‌کنن که اون دو دختر دیگر ایدئولوژی کنید ایدئولوژی که آقا حضرت محمد سه دختر داشته ایدئولوژی من اینه که دو تا رو رد کنم این یکی رو کنم فرزندان اون دوتا رو قبول نکنن برای اینکه اونها با مخالفت و ریژینالیسم رو کردن و اینجا با حضرت محمد مخالفت می‌کنه رسما خب و الان اصلا بگیم اجمعین اما بعد هم اصلا میاد در سالها نه تنها به حضرت محمد بلکه به آل اون و به اصحاب اون یاران که در گسترش اسلام خدمت کردن و نتیجه هم میاد بدون استثناء میگه و اصحابی اجمعین همشون اما بر ایمان و اسلام کسی دخیل نیست. When your Toyota needs tires, let the Toyota trained service experts حالا اینجا میگه که ایمان و اسلام این دوتا جدای هم نیستن این کسی دقیق اینه هر دو تا ایمان یکی هستن یعنی ایمان و اسلام یکی هستن قلبی و قلوب و ایمانو و دیدی و ایران اسلام و ایمان یعنی چی؟ خب هر دو یکی دارن جدا از من نیستن مثل چی؟ مثلا ما بگیم که قند و شیرین قند و شیرین بودن بین هم هستن جدای از هم نیستن عسل و شیرینی بین هم هستن جدای از هم نیستن حالا ببینید که اگر ایمان اسلام یکیه باید چیکار کرد؟ قلبی و قلوب با قلبی رو تحمیل در گذاشته به جای فرض دوم قهر برای اینکه انسان‌ها وقتی یکی رو دوست دارن قلبش میشکنه وقتش رو میشه کرده نمیدونم اونم حالا اینا رو با همین قلب باور میکنن اینا ما باور کردن به دل ایره و با این زبان یعنی با این زبان یعنی با این صدایی که از نباید زبان گوشتی با این زبان گوشتی و با این مجموعه دستگاه صوتی که میاد بیرون اما دومان صدا میشنوید یا دومان زبان ازش یاد میکنیم یه و دل ایره اقرار مکتوب و با اقرار کردن و اعتراف به با زبان هستش یعنی باید ایمان و اسلام یعنی چی؟ یعنی که تو باید با قلب تو هستی باورش بکنی و بعد با زبان بیانش نسل شیدری حالا اینجا نصد شیدری پیغمبری نیست محمد علیه السلام وقتی تعالی و هر کتنبیزه یودسی حق بود حالا این نسل شیدری نسل احتمالا هر چیزی که نه این خریده بکنید این درست نیست نسل شیدری هر چیزی که پیغمبری نیست اینجا پیغامبر ننوشته پیغمبر نوشته پیغمبری نیست حالا این پیغمبر یعنی چی هستش بعضی گفتن پیغامبر هست اما نمیدونم چرا پیغمبری نیست احتمالاً خرده توجیه حالا یه مثلا آدابی به
مثلا توضیح داره پیغمبرimiz محمد علیه السلام حق تعالیدن هر نکرده دیدن هر چیزی که پیغمبر به الله آورده جیبیدرسی حق بود باید بپذیریم که همه اونها حق و گرچک بود و گرجک بود. حالا اینجا چه ننوشته دوستان برای که تلاش کردم به زبان ادبی و گرچک و گرجک دل گرجک دل گرچک به حق حقیقت این کلمه که به نظر حق حقیقت هستش در زبان عربی در زبان روزی گرچک. حالا اینجا بگم گرچک دل دیگه باید بگیم حق و حقیقت دیگه این رو بگیم و قلبی در دیگه و این رو به قلب بدونیم و اینانو و باور بکنیم و دیگه یک ادراک مطلب و با دل با زبان هم اقرار بکنیم حکمیت ایمان و اسلام گرفته. حالا اگر اینها رو انجام بدید بهش میگن ایمان و اسلام. دین و ملت چیه؟ حالا اونجا اگر حالا اینجا میاد تا اینجا گفت میشه اسلام و ایمان یعنی چی؟ این رو تعریف کرد تا اینجا. ولی حالا ممکنه که بعدا این کتاب بیاد علم و حال رو هم منید. دین و ملت یعنی چی؟ دین و ملت چیه؟ حالا در زبان فارسی ما گفتن ملت حرف جدید چیز جدید کلمه جدید تازه وارد ادبیات شده. قبلا ملت با توی تعنیس که مثل نامه با توی تعنیس نوشته شده و به معنی دین بوده. ولی ما در اینجا می‌بینیم که دین و ملت رو با توی دو نقطه نوشته. یه ملت همین به مفهوم امروزی نوشته. ببینیم چی میگه. دین و ملت یه چیزی دقیق میگه. دین و ملت این هم هستن. دوباره مثل شیرینی و عسل. خب اینجا به اون مفهومی که گفته شده به کار رفته. به امت به باورمندان یک دین ملت گفته شده در این علامه که دین و ملت دوتا عین هم هستن. چیزی دقیق بیرون عین هم هستن. پیغمبرimiz حالا پیغمبر ما کی هست؟ پیغمبرimiz پیغمبر ما محمد علیه السلام حق تعالادن اعتقادن یعنی اینان مقام متعلق گتردیه شدرد دین و ملت درلد. حالا تعریف میکنه اینجا اینه که هر آن چیز که حضرت محمد علیه السلام از طرف حق تعالی آورده اعتقاد به اون و اینها باور کردن اینان مقام یعنی باور کردن به اونها متعلق به حق چیزایی که آورده شیدن به مجموع هر چیزی که آورده. شیخ اینجا بگی که محمد شیعی نیاورده. شیعی به معنی عربی چیزی که داره نیاورده. شیعی در زبان ترکی بیشتر به هر چیزی که وجود داره یا باور میکنیم که وجود داره. ممکنه بعضی چیزها ما باور نکنیم که وجود داره. مثلا جن تنگی و دیگه چیزا فرشته جهنم و قیامت ممکنه باور بکنه ممکنه باور نکنه. ولی اونا که باور میکنن و حتی باور نمیکنن چون این با این مفهوم آشنا مثلا این میشه چه از در زبان تو میگه اگر به اینها اعتقاد بکنیم و اینانماخ بکنیم چی میشه؟ میشه دین و ملت. این میگن دین و ملت. پس به هر این چیزی اینجا باور دینی نیست. منظور از ملت که باور دینی هست. باور هست نه انسان ها. اینجا انسان و انسان فرقی دارد. اینجا به باور و پذیرشی که وجود داره میگه ملت. خب هر با انسان با یا مجموعه انسان ها باور دارد. حالا ببینیم چی میگه. گرلک شریعت پیغمبرimiz محمد علیه السلام حق تعالادن امالت متعلق به طبیعی شیعه شریعت درلک. حالا شریعت چی هست؟ تعریف کنیم. میگه شریعت
هر چیزی که حضرت محمد صلوات الله علیه السلام از طرف اعمال خدا از طرف خدا برای اعمال ما آورده، برای اعمال آورده، به همه اونها چی میگن؟ شریعت میگن. پس این اعمال که بر اساس چیزی که حضرت محمد گفته، نه ملاها یه چیزایی رو گفتن که اینا شریعت نیستن، اینا نظرات ملاها بر اساس مقتضیات زمان و مکان و بر اساس تجربه و زیست و علم و توسعه اونها نه. به مجموعی چیزی که حضرت محمد در مورد اعمال روزانه ما آورده و گفته به اون میگن شریعت. حالا به تخیل، حالا و دیگه چی؟ ایمانın فرضیleri و شرطیleri 6 gibi. حالا این ایمان که گفتیم که ایمان در اسلام یکیه، یه 6 تا فرض داره، 6 تا واجب و شرط داره. اول کسی آمد بالله، اولین آمد بالله، من به خدا ایمان آوردم، باور کردم، inanmak kerdem, inanmak kerdem. İkincisi ve melaikehi. Ben inandım Allah'ın melaikelerine varlığına. Yani bir vücud ve hasti melaikeha باور kerdem. Üçüncüsü ve kutubihi و به کتاب های هست که پیغمبران دیگر آوردن از طرف خدا، نه ملاها نوشتن نه ها، به اونها هم ایمان دارد. چهارمی و رسولی و به پیغمبرانی که اومدن هم از طرف الله باور دارد. بشینجیسی و یوم الاخر و به روز آخر به قیامت هم باور دارم. آخرینجیسی و به تقدیر و بالقدر خیر و شر. و ششمی چی هست؟ به تقدیر، به قرار خیر و شر، یعنی خیر و شری که مقرره هستش یا وجود داره هست باور بود. حالا این ها دوستان نظر این عالم هست، نظر اسلام نیست. ایشون فکر کرده که اگر اینها رو، این شیشتا رو بپذیریم میشه ایمان یا مسلمان. ولی خب در قرآن و در اسلام شرط اسلامیت و ایمان داشتن نیستش که شما بهش این شیشتا باور داشته باشید. نه، آمنت باللهش حق است و آمنت بالرسول حضرت محمد حق است. حالا در داخل قرآن البته کتاب‌های قبلی، پیغمبران قبلی هست، ولی اونها جزء شرط باور به اسلام نیست. یعنی مسلمانی شرطش اینا نیست، اینا بعداً علاوه شده. برای اینکه اون وقت اگر شما حضرت موسی رو قبول داشته باشید، که حضرت موسی رو قبول داشته باشید که بعد بهش ایمان داشته باشید، چرا با حضرت محمد هم یکی فرقی ندارن؟ چرا باید بیاد حضرت محمد رو بترسید؟ حالا میگه که و من الله تعالی این خیر و شر که بالقدر خیری و شرهی من الله تعالی که از طرف خداوند. ایشون معتقده که همه چی بر اساس این جمله، این نویسنده محترم معتقده که همه چی قبل از اینکه ما به دنیا بیایم مقرر شده. اگر من شریرم، اگر فکر کردم، اگر نیست اصلا بونه معناسی اولدور که حالا اینی که این شیشتا این معنای این شیشتا اینه که آمد تو بالله، من ایناندم الله تعالی. آمد تو بالله معناش چیه؟ من ایناندم الله تعالی، من به خداوند باور کردم و الله تعالی خداوند الله تعالی و azdır ve birdir.
و اصل و بیردر و جمعی مخلوقاتی یکدن واردن آنجا قول میگه اصل این کم هست و یک هست. اون الله تعالی ها آز هست یعنی خیلی کمه نادر به اصطلاح و بیردر یکیه. این آز عبارت هست یک و یک به معنی عدد هم نیست داشا. این عدد یک نیست. میخواد بگه که آز یعنی تعدد نداره، متعدد نیست. و بیردر به جمعی مخلوقاتی گفتن و تمامی چیزایی که وجود داره، جامد و مایع و گاز و هر چیزی که هست، همه اینها رو میگه که تربیه ادن و ببخشید مخلوقاتی یقدن واردن از نیستی به هستی آورنده هست. اون الله تعالی آنجا قول فقط اون هستی، آنجا که میشه فرد کرد، آنجا قول و فقط اون هستی و جزء مخلوقاتی تربیه ادن و تمامی مخلوقات اون هرچی که در جهان هستی وجود داره، نه در کره زمین، در هر چیزی که در این جهان هستی وجود داره، همه اونها رو اون تربیه کرده. من گفتم قبلا در تربیه یعنی مهندسی کردن، تعلیم و تربیت یعنی مهندسی کردن. معلم تربیتی یعنی اون چیزی که میخواد شما رو مهندسی کنه. اولو و عبادت لایق و اون هم برای عبادت لایق هستش. حالا عبادت چیه بگیم اون تعریف کنه و مستحق دارای حق هستش که عبادت بشه. آنجا بازم فقط الله تعالی، فقط خدا که مستحق و لایق عبادت هست. اینجا یک کلمه نوشته که نمیشه پاک شده، نمیشه متاسفانه آندن غیری. من اینجوری دارم میکنم آندن غیری یعنی غیر از خدا عبادت لایق و مستحق میرزاد یکتو چیز ذاتی وجودی که وجود داشته باشه و مستحق و لایق عبادت باشه نداره یکتو و نقصان صفت کردن منزه و از اون صفاتی که نقصان میاره منزه. من اتفاقا اون را احتمالا در خواب میدیدم یا چی دیشب داشتم یا امروز نمیدونم، خیلی الان برام مشخص نیست در چه عالمی این برام داشتم این رو بررسی کردم که مثلا در سریال مربوط به اسمانی ها گروش این وقتی میخواد سریال کنم وقتی میخواد یه جلسه میکنه توی میذاره یه جلسه میذاره که اونجا مسائل وجود مملکت کنه توی هم عدیده مسائل مهمترین مسئله که در واقعش ازدواج همه میان اونجا جمع و شاهد میشه که این روزا با این ازدواج کرده میگه حق ورود به زندگی ها ندارن. حالا قبل از اینکه ازدواج کنن هم مرد و هم دختر میتونن چیزایی دیگری وجود داشته باشن ولی بعد از این دیگه نه، بعد از ازدواج دیگه حق این رو ندارن و این تویه، یعنی به تمامی اون جامعه میگن آقا ما دیگه حق شما دیگه از این حق ندارید وارد دایره زندگی ما بشید. این دایره که قبلا دو تا دایره جدا از هم حالا یکی میشه. قبلا این دوتا هم توسط دیگران میتونستن مورد سؤال قرار بگیرن یا مورد خواست و علاقه قرار بگیرن و هم از طرف این دوتا دایره میتونست دیگران مورد عشق قرار بشه، ولی از این روز به بعد دیگه این دایره خیلی به هم دیگه تماس میگیرن، داخل هم میشن و به یک دایره کوچه تبدیل میشن، بزرگتر رفت و دیگه دیگران حق ندارن در مورد وارد این و ازشون خواستهایی مربوط به ازدواج ها بکنن. حالا اون توی اینه.
وقتی در اینجا مسائل بسیار مهمی مطرح میشه. حالا در اونجا میگفتش که Allah'ın 99 adı var. من این یادم اومد که در شیعه یه دعایی هست الله 1001 نام داره و اکثر اینها مثلا جبار، مثل منتقم، انتقام گیرنده، یه صفت‌هایی هستش که نقصانه، یعنی مثل مال بشره. یعنی چی؟ خدا مثلا جباره، ظلم میکنه. جبر یعنی ظلم. یا مثلا منتقمه. حالا من خیلی دیگه یادم نمیاد چی گذشت در ذهنم، ولی به نظرم اون 1000 تا نامی که الان در شیعه بعضی دعاها وجود داره، بسیاری از این دعاها ضد و نقصان خداست. خب نقصان و صفت کردن منزه و از این صفت‌های نقصان، نقص، دارای نقص و انسانی، حیوانی، جامدی، تازی و اینها منزه هستش. منزه یعنی پاک و کمال صفتگری میره موصوف بود. تمامی صفت‌های خوب رو، کمال رو دارا هستش. موصوف بود یعنی اونها این صفت‌ها رو دارا هست. دارای این صفت‌ها مگر بگیم رحمان و رحیم. چیزی که به نظر من در اسلام چه این قرآن از طرف خدا باشه، چه از طرف محمد باشه، چه بعداً باشه، بسیار چیزی بسیار مهمه این آیه هست. چه از طرف خدا باشه، چه از طرف بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من اینه که خیلی بقیه دیگه درسایی حالا انسان ها اومدن یا برای خواستهای سیاسی اشون اومدن آیات جدیدی رو اضافه کردن یا حضرت محمد یا حضرت الله این رو اضافه کردن، این یه عرض دیگه و دقیق صفات سلوکیه 8 بود. حالا میاد در مورد صفاتی که برای خدا میخواد نسبت بده اونها رو میگه. حالا در اون سجا عرض میگه 99 تا اینجا در شیعه خالیه، یعنی چیز خیلی افراطی 1001 تا این اینجا 8 صفت هست. صفات سلوکیه 8 بود. 8 حیات این زیست، جانداران جان بودن، زنده بودن. علم، زندگی پس علم. حالا علم رو باید ببینیم چی معنی میکنه. سمع داره شنوایی، نه گوش‌هایی، گوش شنوایی نیست. ماهواره صدا رو میگیره میده به رادیو. همون ماهواره که داره صدا رو میگیره، هم این دستگاهی که از زمین صدا رو میکروفون دریافت میکنه گوش نداره. میفرسته به ماهواره گوش نداره، میفرسته به رادیو یا تلویزیون گوش نداره و ما میگیریم، ما گوش داریم. ولی سمع به معنی گوش نیست، به معنی درک و فهم. بصر دیدنه ولی با چشم نه. یعنی شما با چشم ممکنه که آدم کور باشه، به دلیلی بشه کور بشه، تضادات کور بشه، ولی بصر داره، یعنی میتونه تجسم. یعنی حتی کورهای مادرزاد رو من تا الان داریم کور مادرزادی متاسفانه روبرو نشدم که ازش چند سوال بپرسم ببینم که چه تصوری ما دیدیم در فیلم‌ها که اینا دست می‌کشن مثلا سر می‌زنن. حالا ازش بپرسیم چه تصوری داری از این آدمی که می‌بینید، از این حیوانی که می‌بینید، از این مرغ، چه تصوری داری؟ اون بصر اونه. مثلا ما از جهان و کهکشانات چه تصوری داریم؟ بصر اونه. ندیدیم ولی یه بصری هست. ارادت. این ارادت چیه معنیش؟ این قدرت. اینا اون 80 داریم. زنده بودن، علم داشتن، صمیمی بودن، بصیر بودن، ارادت داشتن، قدرت
قدرت داشتن. کلام یعنی زبان، سخن، نه زبان گوشت، به معنی مجموعه صداهایی که فهمیده بشه. کلام. تکوین، تکوین هشتمی هست. تکوین تکامل، به تدریج تغییر کردن در دگرگون شدن. فارسی ترجمه نمیشه. جالبه تریستون چند گفتشون تومان یعنی چی؟ من فکر کردم تومان یعنی چی؟ حالا اینجا علمک یعنی چی؟ بعد بگید علم، بگید علم عربیه. خداوند باید علمک داشته باشه، بداند. احتمالا دانستن شده، شاید باید بدان. سبق یعنی چی؟ حق تعالی رو مسیح علمت، یعنی حتما باید یه سیستم شنوایی داشته. بصر یعنی چی؟ بصر حق تعالی رو مسیح علمت، اون یه چیزی رو ببینی وگرنه مثل چطوری بفهمه که این جهان چی هست که آفریده این انسان چی هست. ارادت یعنی چی؟ حق تعالی لمسی علمت، آرزو. ارادت اینجا این معنی میده اراده حق تعالی لمسی علمت، آرزو کردن. ارادت یعنی بخواد، اراده بکنه. اون ارادت یعنی اراده کردن. حالا اینجا تفنده ارادت یعنی اراده کردن. ارادت دیلمسی، اراده کردن در دیلمک، دیلما یا دیلما. این چی؟ یعنی اراده کردن. اراده میکنم قدرت یعنی چی؟ حق تعالی دیدی یک مسیح علمت. قدرت یعنی چی؟ باید زور حق تعالی به یک برسه. قدرت یعنی زورش برسه. حالا در اینجا میگه آیا خدا میتونه یک چیزی رو بزرگتر از خودش خلق کنه؟ کلام یعنی چی؟ کلام. ببینید کلام چه تعریفی کنید. حق تعالی سویلمسی علمت. سویلمک. ببینید من همون چیزی که بگیرم من الان دارم سویلمک دارم همه حرف نیست. حرف داریم که حرف نیست با صدا حرف اما سویلمک مجموعه جمله ها، مجموعه صداها تکلیف نهاد علایه قراردادی هست برای هم هست بین زبان نیکو آمریکا اینا همش فرق اما صدا چه بفهمیم چه نفهمیم صدای انسان‌های مختلف همونطور که برای ما ناشناسه برای صداهای حیوانات هم برای ما ناشناسه
هر یک چیزی صحبت کنیم یا مثلا گاد صحبت کنیم، ما این صدا آشنا نیستیم، ما نمیفهمیم، این صدا نداریم، ما صدای حیوانات رو به گیاهان رو نمیدونیم و فکر میکنیم ندارم، در حال که söylemesi یعنی یک جوری با یه صدای داشته باشه که داره مفهوم باشه. تکوین چیه؟ که اونجا گفت 8 تکوین یعنی حق تعالی yaratması olmak، یعنی حق تعالی یعنی چی؟ یعنی که yaratması olmak ایجادش بکنه، یعنی mükemmeldir، جمله مخلوقاتی و موجوداتی yaratıcıdır. مکمل یعنی چی؟ داره ترجمه میکنه دوباره. yaratması یعنی چی؟ یعنی که مکملdir. مکمل یعنی چی؟ میگه یعنی جمله مخلوقاتی و موجوداتی yaratıcıdır، خلق کرده، ایجاد کننده اون جمله مخلوقات و موجودات هستش. آندن غیری yaratıcı yoktur، غیر از الله هم که چیز دیگری یا کسی دیگری یا هستی دیگری نیستش که بتونه yaratıcı باشه، یعنی بتونه ایجاد کننده باشه. حالا این شبیه این کتاب رو یه جایی یه بار دیگه خونده بودیم. حالا من می‌کنم که 53 صحبت می‌کنیم. ببینید در اول کتاب اسمی از نویسنده پیدا کرده، بریم آخر کتاب صفحه اول کتاب خیلی راحته، به نظر من خیلی راحت میشه. حالا اینجا یه صفحه رو می‌خونم که ترجمه می‌کنم. و الله تعالی به هر کلان nesneye murad şerifi ile inandım ve peygamberlerden her kelam nesneye muradleri üzere inandım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelimeyi şehadetin manasını bilmek herkese, her kişiye, her zeminidir manası. Odur ki eşhedü illallah, eşhedü manalı menşiye, eşhedü yeni çiğ. İlimle, la ve gelmekle inanıyorum ki Allah, la ilahe illallah, her zaman sünnet müstehab. İkinci çizgi hangi şeyini gördük? Sağ, bu dörtlüdür. Müstehab, bu dörtlü ibadet ile ibadet ve el ile ve dil ile ve beden ile ve kalp ile ve mal ile kulluk edecek Allah Teala'dan gayri bir ahad yoktur. Hala ye sayfa خونده bir sayfa آخرم بخونیم. کتاب خیلی ساده به زبان ترکی خیلی جالب نوشته شده. Ters yeni çizgi. Hasan-ı Basri rahmetullah aleyhine rivayet olundu ki her kim erden ve umretten akşamda ve sabahida o 54 terzi örgenmez ise asilerden. Bir de Hasan-ı Basri nami hastش، یکی از عرفای بزرگ هستش، گفته ازش خدا رحمتش کنه روایت شده که اولوندی، یعنی معلوم نیست که روایت کرده، روایت مجهولیه. روایت اولوندی که هر kim چی؟ هر kim یعنی چی در زبان ترکی؟ اردن و اورتن، مرد باشه یا زن باشه. اورت در اینجا به معنی زن، ارد به معنی مذکر مرد، اورت به معنی مؤنث و زن. آخشامده به سباهدن، شب باشه یا روز باشه. و 52 فرضی این 54 فرض رو örgenmez ise yad negire asilerden cüz asi hast, üstüngeran. Kıyamet gününde üzürleri mekbul değildir. عذر این افراد در روز قیامت مقبول قبول نیست که آقا
فرض اولین فرض Allah Teala'yı bilip ve birliği zikretmek. Evvelki فرض چیه؟ Allah Teala رو bilip بدونیم birliği یکی بکنیم zikretmek ve zikrش بکنیم. این سه تا شد یک. ikinci فرض حلالیnden لباس giymek. فرض دوم اینه که باید از لباسی که داریم میپوشیم با جزو حلال باشه. üçüncüsü فرض abdest almak. وضو گرفتن. dördüncü فرض 5 vakit namaz kılmak. 5 وقت نماز خواندن. beşinci فرض پنجم جنابتden غسل etmek. Cenabet از غسل جنابت کردن. altıncı فرض Rabbim benim rızkımı verir diye kalbini rahat eylemek. باید بگه که آقا رزق و مصیبت رو ربم میده، در نتیجه قلبش راحت بشه. خیلی حرف جالبیه ولی ماها به این ایمان نداریم. yedinci فرض حلالیnden yemek. روز خوردن از حلال، مال حلال. 8. فرض قناعت etmek. 9. فرض tevekkül etmek. 10. فرض جناب باریدن گلن گزای راضی olmak. از هر چیزی که از طرف الله میاد. حالا از کجا بفهمیم که این که میاد از طرف الله یا نه؟ 11. فرض نعمتleri مقابلesinde رب تعالی'ye şükretmek. در مقابل این نعمت‌هایی که به دست میاریم برای خداوند شکر بکنیم. 12. فرض بلاlara صبر etmek. در مقابل بلاها باید صبر. 13. فرض günahlarına توبه etmek. برای اون گناهایی که کرده باید توبه بکنه. 14. فرض اخلاص. yüzde ibadet etmek. مثل من که میگم اینجا کتاب میخونم اینجوری نباشه که ریا بکنم، باید اخلاص داشته باشه. 15. فرض شیطانی دشمن tutmak. فرض 15 اینه که شیطان رو دشمن بدونه. tutmak یعنی همونطور که یه چیزی رو محکم به دست میگیری، باید دشمن رو به عنوان دشمن، شیطان رو هم به عنوان دشمن باید بگیری، بدونی. 16. فرض قرآن عظیم شأنی حجت tutmak. قرآن عظیم شأن رو به عنوان حجت قبول بکنیم. 17. فرض ölüm için hazır olmak. برای مرگ حاضر شدن. 18. فرض ممکن امر به معروف و نهی از منکر etmek. فرض 18 عبارت است از ممکن. ببینید که با حدی که فرض در این حال ممکن امر به معروف و نهی از منکر ممکن رو انجام دادن، اون که در حد امکانی هست. برای چه کسی تشخیص چه چیزی امر به معروف هست، چه چیزی امر به معروف نیست، نهی از منکر چه چیزی نهی از منکر نیست. ولی مثلا فرض کنید که مردی ابروهاشو برداره، کسی موشو بلند میکنه، یک کسی موشو کوتاه میکنه، یک کسی موشو بهتراشه. مثلا ما در ایران میخوام مثلا به چی؟ یک کسی نماز کنه، یک کسی نماز نخونه. از کجا تشخیص میدیم معروفه یا منکره؟ ممکنه باشه از این نماز بکنه. یک کسی ممکنه عرق بخوره، مست بکنه اما منکر نباشه، ولی یک کسی ممکنه نماز بکنه منکر باشه. ما بر اساس چی هست؟ بر اساس چه چیزی امر معروف و نهی از منکر؟ 19. فرض غیبت اتمامک. غیبت نکردن. حالا من خیلی اینا دیگه رفتم تبلیغ آمدار برسم چیز جالبی آدم رو بفهمه ببینه چیز جالبی خواهد مثلا که گفته 19. فرض 49 فرض 5 وقت نمازی حفظ etmek. اول باید همون رو باید تکرار
yememek. حالا اینجا ببین دو تا چیز میگه از این سخنرانی. هر و هر بزرگ اموال مردم نگیره. نگیره میشه اموال مردم بگیره تو خون. مثلا یه عده اختراع بکنن دور نمونه میکنن مثلا در مثلا مردم برش زحمت نکشیده از birinci tarz Allah Teala'yı şirk etmemek. Allah iman etmek برای الله شریک واقع نشدن از تقنن میکردن حرفیز کردن سرما تقنن ikinci tarz yalan yere yemin etmemek bir konu bir cehende برای دروغ قسم نخوردن قسم نخورن 54. فرض منی ترک etmek yani verdiği sadakayı ol ademin başına kalkmamak. منی فکر می‌کنم منت گذاشتن. منی یعنی منت گذاشتن رو ترک بکنه. یعنی چی؟ یعنی verdiği sadakani o adamın başına kalkmamak. به سرش نکوبه که من به تو خوبی کردم. صدقه دوستان به معنی خوبیه. میگه خوبی رو سلاح نکنید سر دست دیگران. حالا بریم صفحه آخر رو بخونیم و تمام. بذار ببین اینجا چی میگه. میگه که حالا دوباره اومده یه چیزی گفته که 19'si Google'cılık etmek. Google'cılık yani çi nemidirem. 20. Google'cılık. حالا این چیه 18 17 این جالبه. اینجا یه چیزایی هستش که من 11. بذار ببینیم چی هست. اینا اینجا گفته که 3'si ve dahi imansız ölümden sebepleri. İmansız ölümden sebepleri 27 şeydir. Evvelkisi yaramaz itikad, ikincisi zayıf iman, üçüncüsü 9 azade doğru yoldan çıkmak, dördüncüsü günahine müsir olmak, beşincisi nimet İslam'a şükri terk etmek, altıncısı imansız gitmeden hazar etmeyip korkmamak, yedincisi nahak yere zulm etmek, sekizincisi sünnet üzere ogunan azana icabet etmemek, dokuzincisi anasının ve babasının şer'e muhalif olmayan yerde sözlerin tutmamak. 10'incisi çok yemin etmek. 11'incisi namazda 5 yerde ta'dil erkani terk etmek. 12'si namazda tahavun yani kolaylık sanıp alçak iş gibi tutmak. 13'si şarap içmek. 14'si Müslümanlara aza etmek. 15'si yalan yere avliyalık satmak. Wow. 16'si günahını unutmak. 17'si kendini beğenmek. Mesela kendini beğenmek. 18'si ilmini çok bilmek. Wow, این خیلی عالیه. علم خودش رو زیاد بدونه. 19'si gohuncılık. این شاید gohuncılık مثلا یعنی parti بازی. Gohuncılık etmek. 20'si hasad etmek. 21'si
ustadine şer'i muhalif olmayan yerde muhalefet etmek. 22'ncisi bir ademi tecrübe etmeden eve ayı demek. تجربه etmeden میگه اینم خیلی جالبه، میگه یه آدمی رو که تجربه کردید باهاش نباید بگی این آدم خوبیه. ayı demek. 22 بس چی شد؟ 22'si bir ademi tecrübe etmeden ayı demek. گفت بگی که این آدم خوبیه، تجربه هم نکردی. 23'si یلانه müsir olmak، دروغگویی، اصرار به دروغگویی. 24'si ulemadan kaçmak، پرهیز از علما، عالمان، نه ملاها. علما اینجا منظور انسانهای عالم هستش. 25'inci erler harir giymek، حریر ابریشم، مردها ابریشم بپوشن میگه خوب نیست. 26'si beylerin kitabe uydurmak، uydurmamak. Beylerin kitabe uydurmamak. Beylik من فکر میکنم به این سیبیل میگن دیگه. ایمالچی beylerin kitabe uydurmamak. اینها رو مثل کتاب نکنه، یعنی مثل، حالا منظورش مله هاست دیگه، مثل اونها نکنه. این حالا مثلا نمیدونم باید چه شکلی باشه، مثلا بعضی از مله ها این رو از ته میزنن ریش میذارن، بعضی اینو هم دارن اینو هم دارن، بعضی اینو یه مقدار کوتاه میذارن، مله ها رو دارن میگن اینو خیلی بلندش میکنن. حالا این کدومش کتابه؟ من در قرآن هم فکر نکنم در این باره آیه وجود داشته باشه که سیبیلتون چیکار باشه، نمیدونم. ولی اینجا میگه که بررسی 27'incisi gıybete müsir olmak. Bu 27 mesele Şefaul Gulub kitabında mesturudur. Tamam. Kitabehu Ahmed Celaleddin. این کتاب رو احمد جلال الدین نوشته در 1280. دوستان خودش اینجا کتابه احمد جلال الدین من 1280. این کتاب در سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه، الیازمالار bölümündedir و حالا دیگه اینها، این کتاب اونجا هستش و دستنویسه. چقدر دستنویسی زیبایی هست. من در خوندن این کتاب تقریبا میتونم بگم که اذیت نکشیدم. ممکنه که بعضی جاها رو به لهجه امروزی خونده باشم، ولی خب این صداگذاری خیلی کمک کرد. بعضی جا حتی خودم چیز کردم، خودم رو برگردوندم و دوباره بر اساس کتاب خوندم. خیلی کتاب جالبی بود دوستان، لذت بردم ازش. من یک کتاب دیگر هم دانلود کرده بودم که میخواستم بخونم، ولی چون الان ساعت 1 ساعت و 10 دقیقه هست، حدود 11 دقیقه هست، ازش میگذرم و بذاریم برای روز بعد که این کتاب رو بخونیم. این کتاب برعکس اون کتاب قبلی سطرها به هم خیلی نزدیکه، کلمات هم تو دل هم رفته، دست نوشته هستش ولی میشه خوند. این صفحه اولی رو که دارم میبینم، البته اینجا به نظرم میاد که فارسی ترکی هستش، ترکی فارسیه، برای اینکه اینجا کنار و تماشای باغ گلزار ایله. حالا دیگه اینجوری نمیدونم که حالا این کتاب بمونه برای یه روز دیگری که عمر باشه و بتونیم بخونیم. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم